نظم خونه با آشپزخونه‌شه، پس بیان که نظم اساسی با آشپزخونه بدی. نمیدونم شد که اینجوری شد، ولی بیان تمیزش کنی. ببین مگه من چند سری سال آشپزخونه چیدم که بدونم چی باید کجا بذارم؟ فقط میدونستم باید وسایل مرتبط و پیش هم بذارم تا هم از نظر کاربردی اوکی‌تر باشه، هم که بالاخره دسترسی بهشون راحت بشه. اونات که بعداً به این نتیجه رسیدم که همه رو خیلی مرتب با فاصله بچینم و یه دونه از این چهارپایه‌ها بذارم توی آشپزخونه که هر موقع هر چی که دوست دارم و از هر جای آشپزخونه بتونم بردارم. شاید الان به خودت بگی که چرا اینقدر پیاله‌های متفاوت داره دختره، چرا اینقدر بشقاباش رنگی و چرا چیزش ست نیست. در جواب باید بگم که من این سری چیزای ست دارم که برای مهمونی خانوادگی و این استفاده میشه، ولی بقیه موارد همینقدر متفاوت و رنگی. مثلا هر موقع بچه‌ها میان خونمون خودشون میرن بشقابشون انتخاب میکنن و هر کی توی بشقاب متفاوت غذا میخوره. وقتی عکس میگیریم انقدر همه چی متفاوت و رنگی و بامزه است که کلی حالمون خوب میشه و میرسیم به بخش جذاب ماجرا، یعنی ماگ‌ها. پشت هر کدوم از این ماگ‌ها یه خاطره است. این خاطره معمولا شروع‌های جدیده، چون من هر موقع که کار جدید شروع می‌کردم برای خودم یه ماگ هدیه می‌خرم و این خریدن یه جوری عادت شد بین من و دوستام، چون دوستان میدونن که من خیلی ماگ دوست دارم، خیلی‌هاشون برای هدیه برام ماگ می‌خرن. پس فلسفه این همه ماگ همینه. این بود تمیزکاری این سری ما. تو ولاگ‌های بعدی می‌بینمتون. خدافظ.